درود به همه شما دوستان و هواداران فوتبال توجیک. اینک ما در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه قرار داریم. چند لحظه بعد بازی دسته های فوتبال پرسپولیس ایران و استقلال تاجیکستان برگزار می شود. استقلال همچون میزبان اکنون دسته ایرانی را در میدان خود قبول می کند و ما نیز آمدیم تا ببینیم که این واخوری چگونه صورت می گیرد و حتما که با ما پیگیر باشید و جریان این واخوری را حتما که منظور شما می گردونیم. رفتیم. از همین بازی ما غلبه انتظاریم. همین با باوری هم داریم که خدا خواه همین دسته استقلال آوازداری ما غلبه خود را در همین لیگ قهرمانان همین روز نشان می‌دهد. امیدوار هستیم که امروز دسته استقلال شهر دوشنبه مقابل دسته پرسپولیس ایران یک بازی خوب و ارزنده نشان میده و مخلصان از این بازی یعنی حلاوت میبرند. ما بسیارتر میخواهیم که دسته استقلال همیشه مخلصان خود را شاد گرداند. سلام السلام پرسپولیس ایران خیر مقدم مرحبا بر خاک تاجیکستان. ما انشالله غلبه را انتظاریم از شهرمردان میدانزیب تاجیک. ما خیلی ممنونیم از این پذیرایی خوبشون، حضور گرمشون در استادیوم و خیلی خوشحالیم که حضور داریم در این استادیوم و براشون آرزوی سلامتی میکنیم. در هر کجا این تاجیکستان که هستن دارن این بازی از نزدیک میبینن. بازی خیلی خوبی بود. تیم تاجیکستان هم از تیمای خوب استقلال تاجیکستان و همینطور که دیدین پرسپولیس با برتری نسبی که داشت به تیم استقلال تاجیکستان در بازی رفت که 2-0 بود و در بازی برگشت تونست نیمه اول با 1-0 به رخشان بره. بازی خوبی بود، هر دو تا تیم خوب بازی کردن. خب پرسپولیس با توجه به اینکه باید حتما این بازی رو ببره تا شانس زیادی برای صعود داشته باشه یه گل زد. امیدواریم تو نیمه دوم بهتر بازی بشه، از هر دو تا تیم بازی بهتری ببینیم. استقلال تاجیکستان تیم خیلی دونده و پرتلاشی بود، خیلی قشنگ بازی کردن. امیدواریم که مثل نیمه اول نیمه دوم هم یه بازی بهتر از هر دو تا تیم شاهد باشیم. خب تاثیرات چگونه که دیده ایستادن مخلصان فوتبال توجیک از جمله مخلصان دسته استقلال خیلی شاد و خرسند هستند، هرچند حساب 1-0 با نفع دسته ایرانی است، ولی با کم فرصت هایی که در این بازی از جانب فوتبالبازان دسته استقلال به میان آمد این امیدوار کننده است که در قسمت دوم ما شاید که گل های پای هم از جانب فوتبالبازان دسته استقلال ببینیم، ولی خب این فوتبال است، اکنون ببینیم که چی میشود.
мусаллам аст ки мухлисони футбол бештар ба хотири ситораҳо ба ин бозӣ меомаданд. Масалан бозии Алдоҳайро шумо агар дар назар дошта бошед, онҷо хабар овозҳо буд ки Каутиньо нав аз ба дастаи Алдоҳай гузариш карда буд. Мардум фикр карданд ки дар онҷо Каутиньо бозӣ мекунад, вале мутаассифона бозӣ накард. дар дастаи Персеполис ки ягон ситораҳои футболи Аврупо дар инҷо бозӣ намекунанд, аз ин сабаб ман фикр мекунам ки ба ҳамин хотир мухлисони футбол ба майдон кам омаданд. афсуси ман назадам, Табрез назаду, Сибаӣ назад, Ҳамадонӣ дошт. خیلی مومنت‌های خوب داشتیم. من میگم که افسوس ما باید این سه گل می‌گرفتیم. دوستان گرامی، بازی میان دسته‌های استقلال دوشنبه و پرسپولیس تهران ایران به انجام رسید. بازی با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید و اکنون برای دسته استقلال فکر می‌کنم که بعد از دیدار چهارم در واخوری‌های گروهی لیگ چمپیون‌ها مشکل است برآمدن به مرحله پلی آف یا اینکه این شانس را به پرگی از دست داد. ولی دو بازی دیگر دارد، میتواند آن بازی را به سود خود انجام بدهد و طبع مخلصانش را شاد بگرداند. دیگر باقی برای شانسی برآمدن به مرحله پلی آف قریب که برای استقلال باقی نمانده است. و هر حال بازی‌های خاطرمانی را در اینجا برای مخلصان و برای هواداران فوتبال کشور انجام داد. ما باشیم در اینجا با شما خیر خوش میکنیم تا دیدارهای نوبتی سربلند باشید. انتظار دسته النصر هستیم و انتظار کریستیانو رونالدو. خیر.